خواهر مسلمان، چرا اینقدر مغلوب شیطان شدی؟ رسمهای بی حجابت را در شبکه‌های اجتماعی به نمایش می‌گذاری. با لباسهای جذاب و تنگ و نیم برهنه خود را نوار برداری کرده به نمایش می‌گذاری. در کوچه و بازارها برادران ایمانیت را بیقرار می‌کنی و در فتنه می‌اندازی. آیا این را می‌دانی که با این کارت بدترین زنان روی عالم می‌باشی؟ این را من نمی‌گویم، این را جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌گوید. خوب گوش انداز ای خواهر مسلمان. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند و بدترین زنان شما کسانی هستند که خود را به نمایش می‌گذارند و خودپسند و متکبر هستند. آنها مثل منافق هستند که از آنها داخل جنت نمی شود مگر عدد خیلی اندک. روایت بیهقی. خواهر مسلمان، آیا این سخن جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم برای تو ارزش دارد؟ آیا بعد از شنیدن این سخنان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم احساس گناه میکنی؟ خواهر مسلمان، کاری مکن که بعد از مرگ هم در نامه اعمالت گناه ثبت شود، چون که این رسم و نوارهای بی حجابی که در معرض تماشا گذاشته اید بعد از مرگ هم باقی میماند و در نامه اعمالت گناه ثبت می شود. پس آیا تو این رو میخواهی؟ فراموش نکن که روزها میگذرد ولی گناهانش باقی میماند و روز حتما از همه این گناهان پرسیده میشوی، ولی آن روز پاسخ این همه گناهان را داده نمیتوانی. خواهر مسلمان، از الله بترس و در فکر نجات خود باش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.